علیدین جان خب گوش میکنیم. میخوام که یک سرود بخوانم. چی سرود است؟ میدونی چی سرود؟ سرودی الله. سرودی الله؟ بله. مگر دوستان ما امروز خوابروی ناومده است که سرودی الله بخوانه؟ فکر میکنم که سرودی الله رو همه دوست میدارن. خب اینجا روز استراحت است، روزی که شده شبیه از همگان میخواد تا سحر بنشینند. چگونه شما آنها را خواب میکنید؟ البته درست میگوید، اما سرودی الله سرود است که ما و شما آن را همیشه در یاد داریم. مادر با صدای شیرین و خرم و دلانگیز و دلاشوب با صد امید و آرزو فرزندش را با نوازش، با محبت، با ترانه الله به کمال میرساند. شما میگید که الله خودترش باشد کمتر روشنتر فرما. اینجا همه استراحت دارن، چگونه آنها را باز هم خواب میکنید شما؟ نه، مقصد من خواباندن مهمانان نیست البته. پس سرودی الله از چگونه است؟ شما میگوید که من سرودی الله میخوانم. با سرودی الله همه ما و شما خواب میرویم. دوستان عزیز، مهمانان، مشتریان، همه آنهایی که اینجا جمع آمده، میدانید مقصد این سخنهای ما چی است؟ قهرمان همین ترانه، بانوی هنرمنده که ترانه الله را با تمام حسیات، با تمام احساسات، با یک صدای شیرین و فارم و گوشنواز و روحنواز سروده است و عزیز پیر و برگشته است. خانم زیبا، خانم نازنین، هنرمندی محبوب و مشهور صحنه هنر مسلمه اینجا حضور دارد و باید گفت که میان این قدر مردان هنرمند تنها یک زن هنرمند اینجا تشریف آوردن و جوانمردا یک قرصک بغل میزنیم، یک قرصک بلند. نه قرصکاتو نشدم. یک قرصک بلند به خاطر مسلمه قادر آقا. خودم رفروز یک چیز دیگر را فهمیدم. چرا اکای اقبال شاه همه هنرمندان را مرد دعوت کرد و در بین آنها اینقدر بانوان هنرمند زیاد بودند، اما مخصوص مسلمه قادری را دعوت کرد؟ شما میدونید؟ من نمیدونم، این را از خودش پرسیدن در کار. به هر حال اندیشه من همین است که مسلمه واقعا میارزد به تکلیف چنین چاره‌بینی ها، چون صدای بسیار بقوت دارد، صدای جذاب دارد، صدای گوشنواز و روحنواز دارد. صداش باور کنید آدم را به دوری های دور به عالم دیگر وارد می‌سازد. چگونه تشخیص میکنید؟ زیر ترانه های مسلمه میخواهم که یک زندگی، یک حیات، یک لحظه پر از شادی و نشاط داشته باشم. اگر اینقدر تعریف کردید مبادا مسلمه جان فنگرام خواند چی؟ نه من باوری دارم که مسلمه چون صدای مادرزادی، صدای واقعی و خدادادی دارد. میرفروز جان یک لحظه، امید که مرد بود، من مرد بودم، در نزد من امید رو مجبور ساختی که با آواز زنده سرود زمزمه نماید. شما که زن هستید، من هم با مسلمان بگویم که در نزد من با آواز زنده سرودها رو زمزمه نماید. مسلمان زنده این شرط به خوبی میبراید. من میدونم که فنگرام میخواند. نه شرط میکنه. پس شرطی من این است که در نزدش میستم، چون میستم با آواز زنده سرود زمزمه میکند، بعدا من به او میدیم و من میدونم که ما غالب میبرایم. خب ببینید، یک زن در مقابل یک مرد در مقابل دو زن بحث میکنند. پس نه بحث نمیکند، ولی همگان هنرمندان که اینجا مرد هستند، آنها با آواز زنده. پس مسلمه هم باید مردانوار در بین آنها. خب گوش میکنم، چون میستم بعدا میرم میشینم، چون امید رو مجبور ساختی، من هم مسلمه شما رو مجبور میسازم. در خواب شیرین بچه‌ی من بخندده، لبخندی و بچه‌ش روز بنده، هرگاه کی نظر کنم برگه واره و یاری
خود و دوستان عزیز، اپای مستمع جان در وقت مکتب خانه در روزنامه خود 5 پیلوس یک عمر گرفته ای. در روزنامه که مکتب میخوندید 5 پیلوس. اگر نگرفته باشه بله من برای شما بهای 5 پیلوس میدهم از نام خود و از نام شیر بچکای شگرناو، چون که مخلصی اشدی شما هستند. با سرودهای مستقیم خودی و همگان میرفت و میگفتیم کویر مستقیم شماندن و مرکز دید خوشی ساکی. سلامت باشید مرکز شماده و طرف خانه ساکی. مرحبا سودای من برای شما قربان شما شماده مردم شگرناو شماده زینه باشید.